مغول ها جنگیدن، در مقابل یونانی ها جنگیدن، در مقابل عرب ها جنگیدن. باور به خدا بکنید شما نیستین. شما نکردین دفاع در تاریخ از خاکتان، از همین خاک فعلا زندگی میکنید، چون شما نبودیم. در دوره صفوی یک تاجک ثابت ساختی بگو، من برات میگم صفوی ها که سر ما هم نکرده بودن، من میگم نوش جانتون. در دوره مغول نکردی برادر جگړه، در دوره انگلیس نکردی برادر. و یک چیز دیگر برات بگویم، او مردم افغانستان، مالک و مهاجر معلوم است، کلگی شناخت. خواهش ما است که انسان وارا زندگی بکنین. با می رقم که در امریکا مهاجر شدین، قوانین امریکا را احترام میکنین، ارزش امریکا را احترام میکنین، عین شکل در افغانستان هم که از ریگستان آمدین، از بخارا آمدین، از کولاب آمدین، به خاک احترام بکنین. غیر از او چنان به عزت شوین مثل که به عزت هستین، مثل که به عزت هستین. بیشتر از این دیگه خدا به عزت رام نسازه. ما بعد از این پروگرام های بسیار استاندارد و مشخص و منظم دارم. تاریخ نویس های بسیار قوی و برجسته را در تیک تاک نه، در سطح بالا انشالله که تلویزیون ها صحبت کردیم میاریم. ما با اسناد به ثبوت یک چیز دیگر را برات بگویم. تازی چیزی که من میگم یادداشت کنین، برین ریسرچ کنین. از این یاور شیپشی چرک شروع تا به اونمون مهدی بی سوادتون، تا لطیف پدرام لودیتون، کلتان برین پرسان کنین، تکس کنین، بگو یک بچه افغان هم تو گفت تازی نه ایرانی است، نه آریایی است، نه خراسانی است، بلکه تازی در واقعیت مخلوطی از عرب و عجم است. ایما ای تو ای کتاب تاریخی و ای خونی که در رگت است، توسط خون رگت ثابت میسازم. دنیا پیشرفته شده، دینیت میکنم. هر کدامتان که میگن ما اصل هستم، ما دینیت میکنم. مخلوطی از خون عجم و عرب هستی. وقتی که عرب تجاوز کرد بالای خراسان ما، بالای افغانستان ما، در اون زمان یک تعداد زنا را برده جنسی گرفتن، نکاح کردن و بالاخره از نسل از او نسل درگه تازی به وجود آمد که بعداً باز کلمه تاجک بر از اینا اطلاق شد در قرن 19. تا پیش از قرن 19 قومی به نام تاجیک، رئیس جمهوری به نام تاجیک، وزیری به نام تاجیک، سپهسالار به نام تاجیک وجود نداشت. اگر میگین داشت برای من نشان بدین. فردوسی توهینشان کرده، حافظ توهینشان کرده و مولانا توهینشان کرده، اشعارشان هم است. و صدها کتاب داریم که تازی گفته شد و این موارد ما به شکل بسیار استاندارد بعد از رمضان بخیر ما را پیش میبریم، پیگیری میکنیم تا حقایق مردم افغانستان بدانند. ما به مثابه یک انسان تمام انسان ها را دوست داریم، به مثابه یک افغان تمام افغان ها را هم دوست داریم. اگر او افغان تاجیک باشه، اگر او افغان پشتون باشه، اگر او افغان پشه‌ای باشه، اگر او افغان برادر هزاره ما باشه. این اصول ماست، این تعریف ماست و این رای ماست.